خوش اومدید به قسمت 23 سری آموزش‌های توسعه فردی. من محمد رضا فتحی هستم، کوچ زندگی. آنچه در زندگی انجام می‌دهیم در ابدیت طنین انداز می‌شود. باور داشته باشید که زندگی شما به قبل و بعد از آموزش‌های توسعه فردی تقسیم میشه. اسم این قسمت هست وقتی نقطه ضعف علیه خودمون کار میکنه. بذارید از یه جمله ساده شروع کنیم. همه ما حداقل یه ویژگی داریم که بهش افتخار میکنیم. یه چیزی که حس میکنیم ما رو برده جلو، باعث شده دیگران رومون حساب کنن. باعث شده خودمون رو آدمی قابل اتکا بدونیم. اما سوال امروز این نیستش که نقطه قوتت چیه. سوال اینه: آیا تا حالا شده دقیقاً از همون نقطه قوتت ضربه بخوری؟ یکم با هم بریم جلو. گاهی یک ویژگی مثبت وقتی بدون آگاهی و بدون مرز تکرار میشه، کم کم از انتخاب تبدیل میشه به الگو. و وقتی چیزی الگو شد، دیگه هر بار آگاهانه تصمیم نمیگیری انجامش بدی. بدن و ذهنت به شکل خودکار میرن سمتش. اونجاست که نقطه قوت از ابزار رشد تبدیل میشه به واکنش تکراری. و هر واکنش تکراری بدون تنظیم بالاخره یه جای خسارت میزنه و هزینه میسازه. بخش اول، مسئولیت پذیری که تبدیل به فرسودگی میشه. اول بذار خیلی ساده تعریفش کنم برات. مسئولیت پذیری یعنی وقتی کار روی زمین میبینی نمیتونی بیخیال شی. یعنی حس کنی بعد جمعش کنی. همه همین ویژگی رو دوست دارن، خانواده تحسینش میکنه، کارفرماها دنبالشن، دوستان ما روش حساب میکنن. ولی مشکل از جای شروع میشه که این ویژگی از تعادل خارج میشه. اون وقت دیگه اسمش فقط نیست مسئولیت پذیری، میشه بار کشیدن بیش از حد برای بقیه. حالا یه صحنه واقعی رو برای خودتون تصور کنید. یه کارمند معمولی ساعت 6، همه آماده رفتنن، مدیر میگه این کار باید مثلا امشب جمع بشه. یه سکوتی حاکم میشه، چند نفر آروم لپتاپشون رو میبندن، وسایلشون رو جمع میکنن. یکی میگه من فردا صبح زود میام، تو میگی من میمونم. تو ذهنت شروع میکنی با خودت حرف زدن. اگه من نرم کی انجامش بده؟ نمیخوام بگم بقیه غیر اعتمادن، فقط همین امشب. و همین فقط امشبه کم کم میشه هفته یه بار، بعدش میشه ماهی 10 بار. 3 ماه بعد تو دیگه خسته ای، کم حوصله ای. حالا تو خانواده هم پیش میاد، ما یه مثالی زدیم. بازم لبخند میزنی میگی مشکلی نیست من انجامش میدم. تو کوتاه مدت تحسین میشی، در میان مدت انتظاراتت میره بالا، تو بلند مدت از همه متنفر میشی. چرا؟ چون سیستم های انسانی خیلی سریع خودشونو با رفتار ما پایدار تنظیم میکنن. وقتی ببینی یه کسی هست که کارا رو جمع میکنه، خب مغز به صورت طبیعی میاد اونو یاد میگیره، رفتارش رو تنظیم میکنه و اینطوری بدون یک اعلام رسمی نقش ها تثبیت میشن. تو بلند مدت فرسوده میشی، متنفر میشی، دلخوری به وجود میاد، حس نادیده شدن داری، نقطه قوتت بردت بالا، چون تنظیم نشد اون بالا علیهت کار کرد. بخش دوم، مهربانی. مهربانی یعنی نیاز بقیه رو ببینی و بخوای کمک کنی. این ارزشمنده. اما وقتی مرز نداشته باشه یه اتفاق آروم میفته. خودت از معادله حذف میشی. دوست تماس میگیره، الو جانا ناراحته. قرار بود امروز استراحت کنی واسه خودت باشی. خودت هم یه هفته سخت داشتی. ولی میگی باش بیا. 3 ساعت گوش میدی، دلداری میدی، راهنمایی میکنی. تماس که قطع میشه خونه ساکته. هنوز خسته ای، استراحتتو انجام ندادی. به خودت میگی مهم نیست، حالش بهتر شد، خدا رو شکر، دم من گرم، میگذری. تو کوتاه مدت آدم امنی به نظر میرسی. تو بلند مدت یه حس خالی شدن میاد سراغت. تو یه وقتی واسه خودت در نظر گرفته بودی. چرا؟ هر رابطه سالم نیاز به جریان 2 طرفه داره. وقتی یه نفر همیشه حامیه، سیستم عصبی پیام برابری دریافت نمیکنه. تو انرژی میدی ولی همون اتفاق واسه تو نمیفته. کم کم یه دلخوری ظریف شکل میگیره، حتی اگر ازش خجالت بکشی. مهربانی چقدر به ما ضربه زده بدون مرزشو میگم ها. بخش سوم، اعتماد به نفس. اعتماد به نفس یعنی به توانایی‌هات اطمینان داری، تحلیل میکنی، تصمیم میگیری، قاطعانه حرف میزنی، میری جلو. یه جلسه رو تصور کن، سریع جمع‌بندی میکنی، راه حل میدی، محکم حرفتو میزنی.
یکی میخواد مخالفت کنه، تو توضیح میدی که چرا اشتباه میکنه. توضیح میدی یا فضا آروم میشه. اما نه چون قانع شدن، چون کنار کشیدن. تو کوتاه مدت تصمیم‌ها سریع گرفته میشه، تو بلند مدت یه فاصله عاطفی شکل میگیره. چون وقتی مخالفت امن نباشه، گفتگو سطحی میشه و رابطه‌ای که در اون صدای متفاوت شنیده نشه، آروم آروم از درون خالی میشه. پس اعتماد به نفس بدون انعطاف تبدیل میشه به یک فرد خشک، از تو یک فرد مستبد میسازه. نقطه عطفش چیه؟ آگاهی. تا اینجا فقط خودمون رو دیدیم، قضاوت نمی‌کنیم. از کجا بفهمیم نقطه قوتمون داره علیه ما کار میکنه؟ 3 تا نشونه هست. 1. الگوی تکراری تعارض. 2. خستگی یا دلهوری پنهان. 3. فاصله‌ای که شکل گرفته. اگر این 3 تا رو کنار یه ویژگی دیدی، وقت تنظیمه. تنظیمش میکنی. شمشیر خوبه، ولی همه جا نباید از شمشیر استفاده کرد. مرحله تنظیم. تنظیم یعنی حذفش نکنیم، فقط شدت و جاشو درست میکنیم. اوایلش احساس گناه میاد، چون مغز عادت کرده. تو هم با این رفتارت خو گرفتی. وقتی خلافش عمل میکنی، یه سیستم هشدار فعال میشه. اما اون هشدار نشونه خطر نیست، نشونه تغییره. جمع‌بندی: نقطه قوت تو دشمن تو که نیست، اما اگه ناآگاهانه هم رهاش کنی، میتونه علیهت کار کنه. چقدر از اعتماد سوء استفاده شده؟ رشد یعنی بدونی چی رو، کی، کجا و تا چه حد استفاده کنی. اینه هنر زندگی. اینه ظریف زندگی کردن. نه که همه چیو بشکافم برم جلو، همیشه مهربون، همه آدم خوبی هن، به همه اعتماد کنم. بلوغ فکری اینجا اتفاق میفته. آنچه در زندگی انجام میدهیم در ابدیت طنین انداز میشود.